اولا یاد باری دیگر السلام علیکم و این درگاهی بفایز این مولا ظهور طاهری شاگردی ما همین قدر جای زیبا ساخته اند تشکیل کنند ما بسیار خرسند خوش آمدید نوری دیده تاجی سر و تاجیکان یک مقاله های عجایب دارد یک مقاله عجایبی تاجیکان که و خدا دادگان استیزه مکن که و او خدا داده است انا همین خدا داده همین مولا ظهور طاهری سالهای 68 69 تا 70 آموزگاه طبی شهر خوجند به نام اکادمی پاولو بود حاضر به نام یوسف بشیرخانوش که ساخته شده همون جنبه هم وقتی که من راهبر صنف بودم یکی از استودنت های فعال بسیار خوب میخوندن و خودش این سمدیت نیستی همین آموزشگاه توپ بسیار ناز اشتراک میکردن سوز میخوندن رباب مینواختن من بینیتم که خود ابو علی ابن سینای هم بیرونی هم همشون حتما غیر از دانشی طبی دانش استرونومی و دیگر دانش‌ها موزیکان رباب می نواختن رباب هم وقت نبود پیچک می نواختن آنها همشون صنعتکار بودن انا همون دوام دهنده کار ابو علی ابن سینا یعنی مولا ظهور طاهری من ابو علی ابن سینا 4 5 10 ها کتاب نوشتم مولا ظهور هم حاضر مثلا 55 تا کتاب نوشتم یعنی دوام دهنده همین ابو علی ابن سینای مولا ظهور وارثی یکم نام داره که نام ابو علی ابن سینای همین تاجیکستان به معرفی کردن دنیا معرفی کردن ما فهم میکنیم و ما آرزو میکنیم که دیاری که از همین یک کوهسار آمده همینجور همین قدر مشقت کشته برای مردم همین قدر شرایط مهیا کرده این بسیار مردانوار این کار قهرمانه این برای همین ما از شاگرد خدا ما فهم میکنیم و دعا میکنیم که از این هم مرتبه های بلند خدا یالت بیند اینه بینیتم که از همه ساحه ها ما من در سری میزی این و ناز و نعمت پیدا شدیم که روز یکدیگر دویم و یکدیگر شناس شدیم درباره من کار و رفت زیست زندگانی تاجیکستان من شناس شدیم من باوری دارم که بعد از 2-3 سال مرزا مولا ظهور طاهری و البته باید عنوان بلند از طرف جناب عالی پیشوای ملت اساسگزار صلح و وحدت پرزیدنت عزیز زمان امام علی رحمان حتما پیشنهاد میکنیم خدا خواهد با مکافات های بلند خدا اگر خواهد سزاوار بشه آدم خدا پروردگار انسان آفریدگی که 100 سال زندگی کنه بوده یکم ایده ای همین مولا ظهور طاهری که باید 100 سال زندگی کنه برای 100 سال زندگی کردن همه شرایط برای ما مهیا فقط همون وقت و ساعتش به اجرا کردن ما در کار همون ما در عمل جاری کردن ما در کار یک غذای سالم دویم آب تازه سیم خواب 8 ساعته اخلاش 6 ساعته عصبی آرام سخنهای خوب و از استعمال بعضی من داروهایی که برای انسان ضرر دارد باید استفاده نبریم و حیات این حرکت این حیات ما باید همه وقت حرکت کنیم مولا ظهور طاهری میخواهند که مردم تاجیکستان هر یکتاش 100 سال عمر بینه همین به این انسان بزرگ شب و روز سعی و کوشش میکنن که همین هر یک تاجیک عمری 100 سال بینه